خب شما بگید به جای علامت سوال چه عددی قرار دهیم توی این دایره که 8 قسمت شده و زاویه های مختلفی داره، اعداد مختلفی توی زاویه های مختلف قرار گرفته. باید خوب فکر کنید تا بتونید جواب سوال رو پیدا کنید. باید یک رابطه منظم بین اعداد برقرار بشه. خب حالا بریم جواب سوال رو با همدیگه بررسی کنیم. اگر زاویه های متقابل به رأس رو در نظر بگیرید، میبینید که مجموع زاویه های متقابل به رأس برابر 21. به عنوان مثال 17 و 4 که روبروی همن جوابشون میشه 21 جمعشون. به مثال دیگه 13 به علاوه 8 هم میشه 21 و 11 به علاوه 10 21. پس زاویه های متقابل به رأس باید با همدیگه جمعشون 21 بشه. پس باید 15 به علاوه علامت سوال ما هم 21 بشه. پس علامت سوال ما عدد 6 خواهد بود.